تا حالا شده به یه ورق کاغذ کاملا صاف نگاه کنید و از خودتون بپرسید چطور میشه این سطح دوبعدی رو به یه دنیای عمیق و سه‌بعدی تبدیل کرد؟ خب این دقیقاً همون جادوی پرسپکتیو توی معماریه. یه تکنیک فوق‌العاده که به معمارها اجازه میده فضاهایی رو که هنوز حتی ساخته نشدن طوری به ما نشون بدن که انگار واقعاً اونجاییم. خب چرا این اتفاق میفته؟ یعنی چرا یه طراحی شما رو کاملاً محو خودش میکنه ولی یه طراحی دیگه خب فقط یه سری خط روی کاغذه؟ مطمئنم هممون این حس رو تجربه کردیم. انگار یکیشون زنده است و اون یکی نه. راز این تفاوت چیه واقعاً؟ بیایید یه نگاه دقیق‌تر بندازیم. توی اون طراحی‌های تخت معمولاً همه چیز به خطهای دور کار خلاصه شده. منبع نور مشخص نیست. انگار از همه طرف نور میاد و ضخامت خطها همه جا یکسانه. اما توی یه طراحی عمیق داستان زمین تا آسمون فرق میکنه. اینجا دیگه نور و سایه حرف اولو میزنن، به شکل‌ها حجم میدن. یه منبع نور مشخص داریم و بازی با ضخامت خطوط یه حس فوق‌العاده‌ای از عمق و فاصله ایجاد میکنه. و این دقیقاً همون جاییه که ما وارد مفهوم اصلی میشیم. خلق توهم عمق. پرسپکتیو در واقع اون کد مخفی، اون رمز بازیه که به ما اجازه میده این توهم قدرتمند رو بسازیم. جالبه بدونید این ایده اصلاً جدید نیستا. یعنی از زمان یونان و روم باستان هنرمندا همیشه شیفته این بودن که بتونن چشم بیننده رو فریب بدن. یه تکنیکی که فرانسوی‌ها بهش میگن ترامپ لوی که ترجمهش میشه همون چشم فریبی. اساس و پایه یه پرسپکتیو همینه. این که کاری کنیم یه سطح کاملا صاف سه‌بعدی به نظر برسه. خب حالا سوال اینه، این کد مخفی بالاخره کی و چطور شکسته شد؟ برای پیدا کردن جواب باید با هم یه سفر بکنیم به قلب رنسانس، به ایتالیای قرن 15. ببینید این یه مسیر تدریجی بوده. ایده های اولیه حتی تو یونان باستان هم وجود داشته. ولی اون کسی که واقعاً این معما رو حل کرد یه نابغه به اسم فیلیپو برونلسکی بود. اوایل قرن 15 برونلسکی با مطالعه دقیق خرابه‌های روم و انجام یه سری آزمایش‌های خیلی هوشمندانه بالاخره این کد رو شکست و قوانینش رو کشف کرد. خب حالا این پرسپکتیو خطی که میگیم دقیقاً یعنی چی؟ به زبان ساده یه سیستم ریاضیه. یه جورایی مثل یه دفترچه راهنماست. برونلسکی اولین کسی بود که این قوانین رو نوشت و مدون کرد. در واقع یه ابزار دقیق و قابل تکرار دست هنرمندا و معمارا داد تا بتونن عمق رو خیلی واقع‌گرایانه روی کاغذ بیارن. و اینجا نبوغ برونلسکی واقعاً خودش رو نشون میده. گوش کنید داستانش چقدر جالبه. اون یه نقاشی فوق‌العاده دقیق از تعمیدگاه فلورانس کشید. بعد یه سوراخ کوچولی روی نقاشی درست در نقطه دید ایجاد کرد. از مردم می‌خواست که از پشت اون سوراخ به نقاشی نگاه کنن. بعد یه آینه رو جلوی نقاشی می‌گرفت تا تصویر بازتاب شده یه ساختمون واقعی رو ببینن. نتیجه نقاشی و واقعیت مو نمی‌زدن. اونقدر دقیق بود که همه شوکه شده بودن. این یه انقلاب به تمام معنا بود. خیلی خوب، پس حالا که فهمیدیم داستان از کجا شروع شده، وقتشه ببینیم این سیستم چطوری کار میکنه. بیایید با هم جعبه ابزار یه معمار برای کشیدن پرسپکتیو رو باز کنیم. اولین و مهمترین ابزار خط افق. این خط در واقع همون سطح چشم شماست. فرض کنید کنار دریا ایستادید. اون خطی که آسمون و دریا رو از هم جدا میکنه همون خط افقه. فرقی نداره شما بایستید، بشینید یا حتی بپرید بالا، خط افق همیشه هم سطح چشم شماست. این خط ستون فقرات کل طراحی ماست. ابزار بعدی نقطه گریزه. این همون نقطه جادوییه که توهم فاصله رو میسازه. بهترین مثالش همون ریل‌های قطاره. هممون میدونیم که ریل‌ها موازی‌اند، درسته؟ ولی وقتی به دوردست نگاه می‌کنیم، به نظر میاد که توی یه نقطه به هم میرسن و ناپدید میشن. اون نقطه دقیقاً همون نقطه گریز. خب بسته به اینکه چند تا از این نقطه گریز داشته باشیم، 3 نوع اصلی پرسپکتیو داریم. پرسپکتیو تک نقطه‌ای برای وقتاییه که مستقیم به یه چیزی نگاه می‌کنیم، مثل یه جاده صاف. 2 نقطه‌ای برای وقتیه که به گوشه یه ساختمون نگاه می‌کنیم، خیلی کاربردیه. و 3 نقطه‌ای هم برای نشون دادن عظمت و ارتفاع، مثلا وقتی پایین یه آسمون خراش ایستادید و به بالا نگاه می‌کنید. اما اینجا یه نکته خیلی مهم هست. ما 2 تا راه کاملا متفاوت برای نشون دادن فضا داریم. یکی پرسپکتیو مخروطیه که دقیقاً همونطوریه که چشم ما دنیا رو میبینه. یعنی خطای موازی تو دوردست به هم میرسن. هدفش اینه که یه حس واقعی از فضا بده. اما از اون طرف ما دید اگزونومتریک رو داریم.
این یه نمای کاملا فنیه. تو این دید خطای موازی تا ابد موازی باقی میمونن. چرا؟ چون توی نقشه‌های اجرایی و ساختمونی ما به اندازه‌های دقیق و قابل اندازه‌گیری احتیاج داریم. نمیخوایم که فاصله مقیاس رو به هم بریزه. خیلی خب. تا اینجا با قوانین و بخش فنی کار آشنا شدیم. حالا بیایید بریم سراغ قسمت جذاب ماجرا. اینکه معمارها چطور از این ابزارها استفاده می‌کنن تا نه فقط یه شکل که یه داستان تعریف کنن و یه تصویر تأثیرگذار بسازن. یک کارشناس معروف تجسم معماری به اسم الکس هوفگر چند تا قانون خیلی ساده ولی فوق‌العاده کاربردی داره. اولش قانون 1/3 که به تصویرتون تعادل و جذابیت میده. دوم، همیشه خطهای عمودی رو صاف نگه دارید. این کار تصویر رو خیلی حرفه‌ای میکنه. و از همه مهمتر، از دید یه آدم معمولی به فضا نگاه کنید، نه از دید یه غول. و این ارتفاع تعبیری چقدره؟ حدوداً 180 سانتی متر. وقتی شما دوربین یا نقطه دیدتون رو روی این ارتفاع تنظیم می‌کنید، بیننده احساس می‌کنه خودش واقعاً توی اون فضا ایستاده. دیگه اون حس نگاه کردن از بالا به یه ماکت وجود نداره. یه ارتباط انسانی و کاملاً طبیعی برقرار میشه. و حالا تو بخش آخر می‌خوایم همه این تیکه‌های پازل رو کنار هم بذاریم تا ببینیم هدف نهایی پرسپکتیو واقعاً چیه. این جمله اریک بالدوین که یه معمار برجسته است حرف آخر رو میزنه. اون میگه بافت میتونه ابزار اصلی برای روایت داستان باشه. این یعنی پرسپکتیو فقط خطکشی و نقطه گریز نیست. جزئیاتی که مهمه. بافت مساله، بازی نور و سایه روی سطوح. این چیزاست که به یه طراحی بیجون روح میده و داستانش رو تعریف میکنه. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، نکته کلیدی اینه. پرسپکتیو یه ابزار قصه‌گوییه، نه فقط یه تکنیک ترسیم. به معمار اجازه میده نه فقط شکل یه ساختمون، بلکه حس و حال و تجربه قدم زدن تو اون فضا رو به ما منتقل کنه. در واقع پرسپکتیو پلیه بین دنیای ایده‌ها و دنیای واقعی. در نهایت هر طراحی فرقی نداره یه اسکیس ساده روی دستمال کاغذی باشه یا یه رندر فوق حرفه‌ای داره یه دنیا خلق میکنه. حالا که شما هم با این کد مخفی آشنا شدید، سوال اصلی اینه: دنیایی که شما قراره خلق کنید چه شکلی خواهد بود؟